لیلی 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 جان 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 مرا کشتی پروان لیلی قشلاق نامدی وای وای. سلام علیکم بچه خاله. دگال خوار خور عروس کردیم دگال خوشحالم شما دیگه. های های چی های های داره؟ اعصاب پیار آدم خراب میشه. چکار شده مثلا؟ من بچه خاله تو بودم، از خود تو بودم، بست برار تو بودم، مادر تو پیار تو دختر خور به من نداد، با مو ساده داد، با مو گیلک ساده. چه کنی بچه خاله؟ این کار به دست من نیه. با نصیب و تقدیر نرفته بید که ما خوار خو به شما بدیم. سیکو غمی نداره. بفهمیدی به من زن پیدا میشه. اما شما زدیم خوار خور بدبخت کردیم. در به در کردیم. به خونی از آدم شاید نینم دیگه پیدا نشه که خودی بخوره زنه که بجا خوب باشه. ولی به خونه ما میفتادیم زندگی رو که ما خوب میکردیم لااقل بخونی که خونی ما پیدا میشد. چه خاله خیر باشه میگم اعمال کما به شما بگفتم نصیب تقدیر به شما نرفته بیده. خاله همون گیلک هم از اون خود مانه همسایه مانه همون جگاه خیلی وقت دور میشناسی او هم بیگونی نیه شناسه میشناسی ما خود شما به دل شما ایت داد کرده. میبینم روزگار شما و خیر خوشی گیلک اگر زنده بودم. حالا بعد همین خاله همین ناجوانی نمیکرد. من بس اولادی بودم. خب بگین یعنی خیلی مدافعت کردیم بگین. فقط اینا به دست منه. دختر خود خود پیاری داره مادری داره خودی از من خوش نبوده. الان ما بگین چطور دختر خاله ما خوش نبود؟ مادر تو پیار تو نقدش خاله ما خوش نبوده البته یا پیار تو خوش نبوده. آره بله نانا جو سلامت خوبی؟ شکر نانا می بچه خالی من جلوی من بگنی یاد من گره داره شیگوه داره اعصابی هم همی خرابه بگیری خودی همی گپ زنی که چرا دعوی خوب ولی من ندادی بگی نه های های خاله های های از شما دیگه ما شما خیلی تمام داشتم. ما چی سلام خاله و علیکم. به خدا خاله همین اعصاب ما خراب نیه که حتی سلام علیکم یاد ما برفته. خاله چه کاره؟ شما همین تا کار کردیم دختر خود بهمون ساده دادیم. آیا ما از این ساده چی کمیتی دارم چی کمی دارم شما بگید من میگم به من. رئیس کمی ندید خاله جو خب خود تو بدونی من مقصور ازی بودم دیگه. اختیاری به دست اختیاری بود لبک اختیاردار نبودم خاله. اما در خاله ما به شما میگم که زندگی دختر شما پیار خراب کرد. هر کار کرد پیاره کرد خاله تو فکر میکنی دل ما ماست که این کارو بکنه. راست میگیم نه ولی آخر عاقبت شما رو میبینم باز. من خب شما بگم تو مگوش شما تیر کردم. ولی اما در میگم که اعمال کم سر وقت چکو کجیر بچه خاله. امیا اعمال کم سر وقته. اگر گفتگو نکردیم گپ خلاص نشد امیال کم سر وقت ما بچه خالتون و از خودتون بفهمیدی برای از اون ساده ندیم که زندگی خوار شما خراب میشه. من نمیفهمم چه خالم به خیال ما که پیار نکلا که بکنده داده من عروس کرده دیگه نصیب شما نبوده خیره دیگه غمی نداره. بله شما هم گرگ نخونده شما هم زن خونه میکنی دل جمع باشه. بازم سکو اگر به خونه رفتی به خاله من بگو به پیار خم بگو به چه خاله من نورالله امیت گفته بفهمیدی باز با من خبر بده. خوبه با خدی پیار ما دیدی گپ زنی من به پیار خو اینا رو میگم. پیار تو زندگی خراب تبریک باشه رمضان جان. سلامت باشین. خیر سلامت. تبریک باشه دیگه برای خانم زاددار کردی ها. سلامت باشین برای زنده باشین. خیر بینی. شکر رمضان جان. من یک چیزی مهم برای تو بگم. من می دختر خاله خرماستم بفهمیدی به من ندادم. به می برار ساده تو دادم. ولی من امیر میفهمم که زندگی دختر خاله من دیگه خراب شد. تباه شد درباد شد. ای خو یکی دیو موندی ازی. این اما تو خوب بفهمونم که پیار از امی تا اخلاق خوب نداره برار خور بگردم. بفهمیدی اگر برار تو میت ساده پیار از اما میت چیزی فرقی نمیکنه. انگار دو تخته خودی هم دگر برابر آمدن. انیمیته. اصلا برارم خوب با تو چی رفته داره که برار مساده یا قصور ساده با تو هیچ مربوطی نمیشه. تو اگه آدم خوبی میبینی خاله تو بیده دختر خاله تو بیده میدادم به تو میدادم. چرا با برار ساده میدادم؟ خیر غمی نداره با من پیدا میشه بفهمیدی خیر هیچ مشکل نداره. حالا دیگه کلاک بکنیم فاتحه کردیم ها برارم فاتحه کردیم کلاک کردیم شیرینی استونیم از اینا خیریت باشه که تو ایت بالا پایین میکنی با تو این کارا مربوط نداره نورالله بفهمیدی. تو اگه آدم خوبی میبینی تو دختر خاله تو بود به تو میدادم. تو 4 تا قرضدار آخ کردی پیار مادر
سرکوچه نشین در بدر تریش خاک به سر تو دیگه این گپا اگه به پیش من گفتی من با تو تحمل کردم و دیگه جا نگی که من دختر خالق و ماست من چون به گیلک دیونه دادم گیلک ساده دادم که به خدا و قرآن تو رو میته و تاجی میزنم که ور نخزی دیگه گپ زدن خو کار کردن خو بفهم که دیونه چی میگم با تو آدمی که سرکوچه نشین باشه زن نمایه آدمی که بیکار باشه زن نمایه نه با آدم بیکار کسی خر خور نمیده چرا که نده با آدم سرکوچه نشین کسی خر خور نمیده چرا که نده نمیدن دیگه چه لندغار 4 تا نغزار آخ کردی پیر مادر بیامدی تو به خسرونه گپ مفت الویلا هم میزنی با برار سادی تو میدم با برار دیوانی تو میدم با آدم با مال میدم برار مگه سادی دیوانی برار نمیته دست برا پا برای 5 وقت نماز خونه گردن تو غیر از اینکه به طرف قبله راری دیگه رو خود به می قبله میکنی من مقدار به تو میگم رمضان برو گپ مفت ناسی برو دیگه برو کلمه خراب نکن که تو به می دیو طرف بسته میگم چی میگم من مقدار ما به تو میگم یک میلیارد سر دختر خاله مکان برو فس مفت نکن برو کاکا دختر برو ور مفت نکن دختر خاله ما برو باز میبینم برو تو با گپ میزنم برو گپ مفت ناسی برو که به خدا برو دیگه برو خیلی خود کنداک نکو که برو نور الله برو که به خدا تو رو تعمی جو لغت میکنم برو متکی دیونه برو سر کله تو به یک بانجون پوست کردی نمیارزه حیف یک میش خیلمو که به تو مرتکه بده زن کو به جا خو برسه